کسی ستایش تو را نشناخت آنچنان خود تو. پیروان آیین بهایی روز 27 اکتبر از 200مین سالگرد حضرت باب یکی از پایه‌گذاران این آیین تجلیل کردند. بهاییان تاجیکستان با نشان دادن فیلمی از حیات هم آیینانشان در دیگر کشورها نقل کردند. جمعیت بهاییان میگویند پیروان این آیین در تاجیکستان حدود 1000 نفرند. تبلیغ عقاید دینی بهایی به مثل دیگر آیین‌های غیر اسلامی در تاجیکستان ظاهراً ناکام بوده است، چون 6 سال پیش هم جمعیت بهاییان تعداد پیروان خود را 1000 نفر می گفت. ما اینقدر تبلیغ نمیکنیم، ما رفتار بهایی نشون میدیم، стараемся. Потом بعد وقت که ما روزه داریم میگن که این کدوم روزه است، що за روزه؟ ما میگیم که روزه допустим از 2 مارس یا 1 مارس تا 20 مارس هر سال عوض نمیشود. میپرسن ما جواب میدیم. لیکن вот так رفتن و تبلیغ کردن و خدا نشون مجبور کردن و این نستایید دین بهایی من است. با اینکه بهاییان از تبلیغ گسترده احکام بهایی در جامعه خودداری میکنند، بر روندهای بحث برانگیز در جامعه تاجیکستان از جمله مسائل ریش حجاب نظری خود را دارند. от того что من لباس میپوشم درست لیکن رفتار گنده میکنم это ничего не меняет. پیروان آیین بهایی میگویند هیچگاه دیانت خود را پنهان نکردند، هرچند خاطرات تلخ قتل همباورانشان در سالهای 90 هنوز از خاطرهشان زدوده نشده است. با این وجود تاجیکستان برای پیروان این آیین کشوری امن بوده است. تا امروز که از سال 96 که با دین بهایی شناس شدم و برای خود قبول کردم، من یگان محدودیت را ندیدم و حتی از طرف دولت که میدونم که محفل روحانی بهایی تصدیق شده. جمعیت بهاییان تاجیکستان به گفته مسئولانش اساساً از حساب خیریه های پیروانش کار میکند. دین بهایی در قرن 19 در ایران از سوی میرزا حسین علی نوری با تخلص بهاءالله عرض وجود کرد و حالا بیش از 5 میلیون پیرو دارد. جماعه های بهاییان در 188 کشور و 45 قلمرو در خاور میانه، اروپا، افریقا، امریکای شمالی و جنوبی، آسیای مرکزی، آسیای جنوب شرقی و روسیه تأسیس شدند. مرکز جهانی بهایی‌ها در شهر حیفا اسرائیل مستقر است.